مندز هم که شد بهترین بازیکن زمین، هم گل زد هم پنالتیشو گل زد و شد بهترین بازیکن. دریبل هم نخورد، یعنی یامال که میگفتیم الان میاد با آتیش میکشه زمین چمنو، نتونست یه بارم دریبل بزنه مندز رو. و جالب بود، من دیشب یعنی داشتم حواشی این بازی رو میخوندم، نوشته بودن رونالدو 8 سال از بابای یامال بزرگتره. خیلی جالب آره. بود. به طور کلی باید قبول کنیم مثل پله، مثل مارادونا، بله اسطوره است واقعا. بله رونالدو اعجوبه‌ای در فوتبال این زمانه. مسی خیلی وقت خبری ازش نیست. مسی هم هست آمریکاست دیگه، اونجا بازی میکنه، حالا تیم ملی آرژانتین هم که آره حضور داره، ولی خب رونالدو خیلی بیشتر به چشم رنگ شده دیگه. آره چون در اروپا است، رسانه‌ها خب بیشتر بهش توجه میکنن. بعد از بازی هم مسابقه کرد رونالدو، گفتش که افتخار میکنه که رهبر این نسل از فوتبال پرتغال و یه جام آورد برای این نسل، برای خانواده‌هاشون، برای فوتبال پرتغال. گفت که خیلی خوشحالم و گفتش که قبل از بازی یه معصومیتی داشتم چون تعویضم شد، دقیقه 88 بود فکر کنم تعویض شد. گفت یه معصومیتی داشتم ولی برای پرتغال حاضر بودم که پامم اگر بشکنه بازی بکنم و خب حالا ادامه داد و بازی هم کرد و گل هم زد و بعدش هم که تعویض شد.